جسد یه نفر در حال برده شدن به سردخونه بیمارستانه و صدای رادیو شنیده میشه که خبر مرگ شوکه کننده یه هنرمند زن خیلی معروف و پرطرفدار به نام آنا فریتز رو بعد از اینکه تو وان همون فوت کرده رو داره اعلام میکنه. رادیو اینو هم میگه که کالبد شکافی فردا انجام میشه تا علت مرگ آنا فریتز مشخص بشه. کارمند بیمارستان روپوش رو کنار میزنه و صورت آنا رو برملا میکنه و با گوشیش ازش عکس میگیره. چند ساعت بعد 2 پسر به نامهای ایوان و خاوی وارد بیمارستان میشن و میخوان یکی از کارمندای اونجا رو ببینن. با اومدن پاو ایوان ازش میپرسه که آیا عکسای دیگه‌ای هم از اون دختر گرفته یا نه. ایوان میخنده و جوری که انگار شوخی کرده بهش میگه که دارن میرن مهمونی و از پاو دعوت میکنه که همراهشون بیاد، ولی پاو بهشون میگه باید تا نیمه شب اینجا کار کنه. ایوان به پاو میگه پس حالا که نمیاد یه جایی رو پیدا کنه که بتونن یه خط کوکائین بزنن. پاو اونا رو به سمت سطلای زباله پشت بیمارستان میبره و بهشون هشدار میده که به سطل زرد رنگ دست نزنن چون توش زباله‌ای مربوط به انسانه. خاوی از اینکه پاو اونا رو اینجا آورده